همه چی از اونجایی شروع میشه که روسیه تزاری مرتب به طرف جنوب پیشروی میکرد. هدفشون این بود که به خلیج فارس برسن. از طریق عثمانی نمیتونستن برن جنوب. تصمیم میگیرن از طریق ایران به طرف جنوب برن. خیلی از قسمت‌های ایران مثل قفقاز و آسیای میانه رو ازش جدا میکنن، ولی هیچ موقع نمیتونن تا خلیج فارس برن. از طریق شرقی هم که از هند و پاکستان بخوان برن پایین با انگلیسی‌ها روبرو میشدن. ولی این ویدیو در مورد تاریخ تزارها نیست، در مورد تاجیکستانه، منطقه‌ای در آسیای میانه که خیلی دستکاری شده. قبل از دیدن ویدیو چنل ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. برای حمایت از ما کافیه این ویدیو رو لایک کنید. توی خیلی از ویدیوها نشون دادیم که غرب آسیا رو چطوری مندراری تقسیم کردن، اونم توسط فرانسوی‌ها و بیشتر انگلیسی‌ها. وقتی به نقشه آسیای میانه هم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پر از مرزهای مندراریه که اینم توسط روس‌ها کشیده شده. تاجیکستان رو به این شکل از ایران جداش کردن و حتی کامل تاجیک‌ها رو توش جا ندادن. اکثریت تاجیک‌ها در افغانستان زندگی می‌کنند. بعد از اونها در تاجیکستان زندگی می‌کنند و بعد در ازبکستان و کشورهای اطراف. روس‌ها دیگه به حد اعلا رسوندن. شهر دوشنبه که امروز پایتخت تاجیکستانه اسمش رو عوض می‌کنن و می‌ذارن استالین آباد. اما بالاخره در سال 1961 خجالت میکشن و دوباره برش میگردونن به دوشنبه. دومین شهر بزرگ تاجیکستان هم شهر خوجنده که اینم میخواستن بذارن لنین آباد. خدا شاهده که فراموش کردن. البته باور نکنید. معروفترین جاده‌ای که از تاجیکستان عبور میکنه M41 که در اصل همون جاده ابریشم باستانی و هزاران ساله که به عنوان راه استفاده شده. البته الان دیگه ابریشمی نیست، آسفالتش کردن. اگه بخواید تاجیکستان واقعی رو بشناسید بایستی ایران بزرگ رو نگاه کنید، منطقه‌ای که بهش میگفتن خراسان بزرگ. از زمان باستان برای به این منطقه میگفتن خراسان، یعنی جایی که آفتاب طلوع میکنه. خور یعنی خورشید، خراسان یعنی جایی که خورشید در میاد. یه معنی دیگه‌ش هم استان شرقی بوده، چون همیشه خراسان شرقی ترین استان ایران بوده. مثلا مرز ازبکستان و تاجیکستان رو نگاه کنید، چند تا شهر اصلی تاجیک نشین مونده تو ازبکستان که معروفترین اونا سمرقند و بخارا هستن که همیشه تکه‌ای از ایران شهر بزرگ بودن. تاجیکستان در حال حاضر یعنی این نقشه سومین کشور کوهستانی دنیاست. 93% این خاک رو کوه‌ها فرا گرفتن. صفحه هند که باعث ساخت رشته کوه هیمالیا شد، تاجیکستان هم کوهستانی کرده و تازه مرتباً به صفحه تاجیکستان فشار میاره و کوه‌ها دارن سالی چند سانتیمتر بلندتر میشن. و همین باعث میشه که تاجیکستان یک کشور زلزله خیز باشه، اما این حالت مزیت‌های زیادی هم داره. از این کوهستان‌ها بیشتر از 900 تا رودخونه سرازیر میشه که بزرگترینش رودخونه وخش یا سرخابه. روی این رودخونه دومین سد بلند دنیا ساخته شده، سد نارک. تاجیکستان به قدری از رودخونه غنیه که تمام برقش توی این رودخونه‌ها و سدها تولید میشه. با این وجود اقتصاد تاجیکستان زیاد شکوفا نیست. بیشترین صادرات تاجیکستان پنبه و آلومینیومه. 3% کوهستان‌های تاجیکستان رو جنگل پوشونده. با این وجود حیوانات خیلی زیادی توی این کوه‌ها زندگی می‌کنن، مثل خرس قهوه‌ای تاجیک که یک شاخه از خرس قهوه‌ای هیمالیاست. توی کشور تاجیکستان به قدری پرنده‌های مختلف زندگی می‌کنه که آمار درستی ازشون وجود نداره. انواع و اقسامشون رو میتونی ببینی، مهاجر و ساکن. حیوان ملی تاجیکستان متاسفانه منقرض شده که همون ببر کاسپیانه که در ایران بهش میگن ببر مازندران. زبان تاجیکستان که فارسیه، اما سالهای اشغال توسط روسیه خط اونها رو به سیریلیک تبدیل کرده. زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران همگیشون فارسیه و زبان همدیگر رو قشنگ میفهمیم، فقط لهجه هامون با هم فرق داره. با وجود اینکه 90% جمعیت تاجیکستان روسی رو توی مدارسشون یاد گرفتن و بلدن، اما فارسیه که زبان غالبه. حکومت تاجیکستان یه حکومت سکولاره، یعنی دین از حکومت جداست. حجاب در تاجیکستان غیر قانونیه و اگه بخوان حجاب داشته باشن باید به این شکل باشه.
اگه زیر 18 سال سن داری حق نداری بدون اجازه وارد مساجد بشی. زیر 35 سالم اجازه نداره بره سفر حج و توی این کشور ریش‌های بزرگ و پرپشت هم ممنوعه و میگن ریش‌های بزرگ باعث ترویج تندروی میشه. یه چیز دیگه هم که توی این کشور الان غیر قانونیه انتخاب نام‌های عربی برای بچه‌هاست، با وجود اینکه اسم آقای امام علی رحمان خودش عربیه ولی الان غیر قانونیه. بچه‌ها باید نام‌های ایرانی یا همون فارسی بذارن. این آقای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و با رأی مردم انتخاب شده، اما رئیس جمهور مادام العمره و 29 سال الان سر کاره، پس یه جورایی دیکتاتور حساب میشه دیگه. یه کار جالب دولت تاجیکستان این بوده که اوف رو گفته از انتهای اسمتون بردارید. چه کاریه؟ مثلا خود رئیس جمهور امام علی رحمانوف بوده ولی الان شده امام علی رحمان، یعنی اوف رو غیرقانونی کرد. در اصل تاجیک‌ها می‌خواستن فرهنگ روسی رو که سالها در اونها نفوذ کرده بود از خودشون دور کنن و برگردن به اصالت خودشون. در زمان شوروی دندونای طلا خیلی مد بوده. به خاطر همین توی سنباله‌های تاجیکستان دندونای طلایی دیده میشه. بگذاریم. تاریخ تاجیکستان چیه؟ تاریخ تاجیکستان با ایران بزرگ مشترکه. در زمان هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و سامانیان همیشه تاجیکستان جزئی از ایران شهر بوده. این پرچم ریاست جمهوری تاجیکستانه که درفش کاویانی وسطشه. تاجیکستان کشور دیدنیه و خیلی جاهای جالبی داره که ارزش دیدن داره. مثلا جاپای دایناسور در شیمکنته تاجیکستان، محوطه باستانی سرزب که قدمتش 3400 سال پیش از میلاده، منطقه باستانی پنجکند، قلعه یامچون، خوجند، هلبوک، شهر حصار، آرامگاه رودکی، تندیس رودکی، موزه ملی تاجیکستان، کتابخانه ملی تاجیکستان و خیلی بازارهای سنتی توی این کشور از دیدنی‌های تاجیکستانن، به غیر از خیلی از دیدنی‌های طبیعی و زیبا که اسمشون رو نبردم. اجازه بدین که نام تاجیکستان رو هم تعریف کنیم و بشناسید. نام تاجیک اصلاً از کجا اومده؟ در کل تاجیک یعنی یک انسان ایرانی و قدیمی. این اسم برای این استفاده می شده که نشون بده این شخص نه عربه نه ترکه. یه معنی دیگه تاجیک ایرانیان شرقیه. این کلیپ یه نگاه کوچیک به تاجیکستان بود. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده با زدن دکمه شیر با دوستاتون این ویدیو رو به اشتراک بذارین و برای دیدن ویدیوهای جذاب و جدید بیشتر سابسکرایب کنید.